شیطان و فرعون. نقل شده یک نفر مصری از قوم فرعون خوشه انگور بسیار زیبایی را به فرعون داد و گفت می‌خواهم این خوشه انگور را با همین قیافه به شکل جواهرات و لؤلؤ بزرگ درآوری، زیرا تو خدا هستی. خدا هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. فرعون هم آن را گرفت و به او قول داد که انجام دهد. وقتی شب شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت، فرعون همه درها را بست و گفت هیچ کس نباید داخل شود. از این درخواست مرد حیران بود که چه کند. شیطان به کاخ او رفت و در زد. فرعون گفت چه کسی در میزند؟ شیطان در جواب گفت فلانم، به ریش آن خدایی که نمیداند چه کسی بر در سرای تو است. تو اگر خدا بودی هر آنه میدانستی چه کسی پشت در است. فرعون از این جسارت و بیباکی او را شناخت. فرعون گفت ای ملعون، داخل شو. او هم در جواب گفت ملعونی بر ملعون دیگر وارد می شود. وقتی وارد شد مشاهده کرد که خوشه انگوری در دست فرعون است و درباره آن حیران مانده است. گفت او را به من بده تا مشکل تو را حل کنم. انگور را از او گرفت و اسم اعظم را بر او خواند. همانطوری که آن مرد خواسته بود بهترین لؤلؤ و جواهر شد. آنگاه شیطان گفت ای رفیق عزیز، خودت انصاف بده. من با این همه علم و کمال و قدرت که دارم میخواستم بنده ای از بندگان خدا باشم، ولی مرا به عنوان بنده قبول نکردند و از درگاه سلطان حقیقی بیرونم کردند. اما تو با این نادانی و حماقتی که داری ادعای خدایی میکنی و مرتبه بزرگی را میخواهی. فرعون گفت ای شیطان، چرا بر حضرت آدم سجده نکردی که تو را از بهشت بیرون کنند و ملعون شوی؟ جواب داد ای فرعون، چه میدانستم طینت خبیثی مانند تو در صلب او قرار دارد، از این رو به او سجده نکردم.